در قسمت منابع انسانی من براتون حقوق دستمزد رو در نظر گرفتم که اکسلش رو در اختیارتون قرار میدم. آموزشمون هم به همین صورت. یه دیتای اولیه داریم، تمام اطلاعات اینجا قرار داره، جدول داریم اینجا میتونید پرداختی‌ها، کسورات، خالص پرداختی رو ببینید. تو این قسمت فیش حقوقی رو داریم. الان اینجا من کدا رو تغییر بدم، فیش حقوقی هم تغییر میکنه. تو این قسمت پای صنوات رو براتون توضیح دادم. حق صنوات چیه، اصلا به چه صورت محاسبه میشه، اون ضریب افزایشی اصلا چی هست، به چه صورت ما باید اون رو حساب کنیم. تمام موارد رو اینجا براتون توضیح دادم. محاسبه ایدی و صنوات داریم. هر آنچه که مربوط میشه به حقوق دستمزد اینجا براتون کامل توضیح دادم که میتونید مطالعه کنید.